سلام دوستان عزیز، اومدیم یه پارت دیگه و یه چالش دیگه. کدوم شمشیر میتونه یه آیرون گولم سریع بکشه، سریعتر از همه بکشه و قدرت کدوم شمشیر بیشتر؟ اولین شمشیر چوبیه که فکر کنم غیر ممکن باشه از آیرون گولم بکشیم. حالا ما امتحان میکنیم. و بعد از 25 ضربه تونستیم آیرون گولم رو بکشیم و خیلی از جون شمشیرش رفت. حالا دوم شمشیر سنگیه که فکر کنم این هم خیلی دیر ولی از قبلی بهتر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 با 18 ضربه آیرون گولم رو کشت. خب میریم واسه شمشیر بعدی طلاییه. اینم از قبلی بهتر. خب میزنیم 1 2 3 4 5 تا 6 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 تا 12 14 15 با 20 ضربه فرزان ریخت. با 20 ضربه تونست آیرون گولم یا بکشه و جونش هم تموم. میرسه به شمشیر چیز. خب این از قبل خیلی بهتره، از این دایمنتی از همشون بهتره. 1 2 3 4 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا 11 12 13 14 با 14 ضربه تونستی آیرون گولم رو بکشه. خب میریم واسه شمشیریه دایموندی که فکر نکنم بیشتر از 10 ضربه بتونه یکی رو بکشه، شاید هم کمتر. خب 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 بله هر یکیشون 2 تا کمتر از اون یکی قبلیه. خب اینم بود از این ویدیو خیلی خوب. اگه دوست دارید از این ویدیو واسهتون بذارم حتما چنل منو سابسکرایب کنید و ویدیو رو بازداشت کنید تا ویدیو بعد. Let's go.